الله واسع. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. همچنان با شما هستیم با بررسی آیات وارده در کلام الله مجید در موضوع حج. آیاتی که از حج سخن میگن و صحبت میکنن. از مشهورترین آیاتی که در موضوع حج در کلام الله مجید وارد شده و از مهمترین آیاتی که در شکل برگزاری حج و مناسک حج به اونها استدلال میشه آیات 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره است. آیاتی که قرار گرفتن این آیات در بعد از آیات رمضان و روزه که از آیه 182 تا آیه 187 قرار گرفتن ترتیب زمانی حج رو هم برای ما نشان میده و عظمت کلام الله مجید و ترتیب عجیب آیات. در سوره مبارکه بقره از آیه 182 تا 87 در مورد رمضان صحبت میشه و از 187 باز تا 196 که آیات حج اتفاق میفته و بیان میشه. حدوداً 9 آیه فاصله بین اینها گویی که فاصله بین رمضان تا حج رو برای ما معرفی میکنه. در بین این آیات آیه معروف و یسألونک عن الاهله رو داریم، آیه 189 که درباره ماه، درباره میفرماید الله متعال از تو درباره ماه میپرسند و هلال ماه بگو که این شکل‌های مختلف ماه مواقیت للناس، یک سری تقویم هایی است، وسیله برای شناخت وقت برای مردم. قل هی مواقیت للناس والحج، برای مردم یک تقویمیه و برای شناخت وقت حج. و ما میدونیم که در ایام حج ما ماه‌های حرامی هم داریم که الله تعالی در این ماه‌ها جنگ کردن رو هم منع کرده تا مقدمه‌ای باشه برای حج. و باز هم در خلال همین آیات ما قبل از آیات حج آیه 190 ما سوره مبارکه بقره رو داریم که درباره جهاد صحبت میکنه و بعد از اون آیه میرسیم باز به موضوع حج. گویی که حج تمرینیه برای جهاد، چون ما بعد از آیات حج هم باز آیات جهاد رو در سوره مبارکه بقره داریم. حج خودش یک جهاده، یک تمرینه. و در آیه 196 الله متعال وقتی که درباره حج و عمره صحبت می‌فرمایند و بیشتر خلال این آیات موضوع صحبت درباره حج است و شکل اجرایی حج، درس‌های مختلفی در این آیات نهفته است. چه درس‌هایی که جانب فقهی داره و عملی داره که باید این گونه حج انجام بشه، چه درس‌هایی که جانب اعتقادی داره و چه درس‌هایی که جانب اخلاقی حج و اجتماعی حج رو مد نظر داره. در آیه 196 از سوره مبارکه بقره این گونه می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید در آیه 196 بعد از این که در آیه 194 از ماه‌های حرام هم صحبت میکنه که نباید در ماه‌های حرام جهاد هجومی صورت بگیره تا مسیرها امن باشه، تا همه چی برای حج فراهم بشه. ما میدونیم که ماه‌های حج خود ماه ذوالقعده از ماه‌های حرام هست، ماه ذوالحجه از ماه‌های حرام هست و یک ماه بعدش هم حتی، تا حاجیان به راحتی بیان حج کنن و برگردن.
1 ماه قبل از حج، 1 ماه بعد از حج و ماه خود حج ماهای حرامند تا کل این بستر فراهم بشه برای حج. در ماهای حرام جهاد هجومی جایز نیست، فقط برای دفاع کسایی که مورد هجوم قرار میگیرن حق دارن دفاع بکنن. بعد از ذکر این ماهای حرام، کلمه حرام و ماهای حرام در آیه 194 دو آیه بعد الله متعال بعد از بیان انفاق در راه الله تعالی در آیه 196 میفرماید که و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره رو فقط به خاطر الله تعالی انجام بدید. و اتم الحج، حج رو کامل کنید، تمامش کنید. یعنی عبادتی که شروع میکنید باید کامل بشه. وقتی شروع کردید دیگه باید تکمیلش کنید. و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره، حج جداست، عمره جداست. حج و عمره رو فقط به خاطر الله تعالی انجام بدید. نیت خالصانه به خاطر الله. هدف از حج نباید این باشه که مردم من میگن حاجی، من میرم حج، تو اسم حج حاجی پشت سر من قرار بگیر. هدف از حج نباید ریاکاری باشه. هدف از حج نباید هدف فریب مردم باشه که من برم حج برگردم بگم فلانی رفته حج آدم خوبی بپس، بگم به خاطر اینکه وجهه اجتماعی پیدا کنم. نه. و اتم الحج والعمره لله، هدف اصلی از حج رضایت الله تعالی است و همچنین عمره. فقط به خاطر کسب رضایت الله تعالی باید این کار انجام بشه و باید به تمام و کمال انجام بشه. چطور به تمام و کمال انجام میشه حج و عمره؟ وقتی که مطابق با سنت رسول صلی الله علیه و سلم، همونطور که فرمود خذوا عنی مناسککم، از من یاد بگیرید مناسک حج. و اتم الحج والعمره لله، شما کامل کنید حج عمره رو به خاطر الله تعالی و بلش نکنید. اما خب اگر جایی کسی حرکت کرد به سمت حج عمره، احرام بست، حرکت کرد، در بین راه مشکلی پیش اومد، نتونست تکمیلش کنه، فإن احصرتم، اگر حصر شدید با حجمی و صاد، یعنی منع شدید، شما رو منع کرد یک دلیلی. حالا این دلیل میتونه مریضی های جسمی خود انسان باشه، شرایط خود انسان، اتفاقی براش میفته نمیتونه ادامه بده، یا از طرف دیگرانه، ویزا صادر نمیشه براش، یا مشکلی پیدا میشه، یا کسی ظالمی جلوی راهش رو میگیره، یا تهدید میکنن، یا هر دلیلی نمیتونه بره، منع میشه از راه. چه حج چه عمره. مثل رسول صلی الله علیه و سلم که نیت عمره داشتن، در فتح حدیبیه رفتن، کفار جلوشون رو گرفتن، نگذاشتن برن. فإن احصرتم، اگر منع شدید از حج و یا عمره، فما استیسر من الهدی، آنچه که میسر از قربانی برای شما قربانی کنید، از احرام بیایید بیرون. این معنی. حالا کسی حرکت کرد و نتونست چیکار باید بکنه؟ یک قربانی میکنه. حالا این قربانی هدی یعنی قربانی حالا یا گاوه یا شتر یا گوسفند قربانی میکنه، میاره، برمیگرد، سرشو میتراشه، اگر احرام پوشیده قربانیش انجام میده، همونجا برمیگرده. همون کاری که رسول صلی الله علیه و سلم کردن در حدیبیه. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. این مال کسی بود که منع شد. حالا کسی که ادامه میده، موهاتون رو کوتاه نکنید، ولا تحلقوا رؤوسکم، سرتون رو نتراشید، حتی یبلغ الهدی محله، تا اون لحظه که قربانی به قربانگاه میرسه سرتون رو نمیتراشید. اینا جز احکام اجرایی حج. حاجی حق نداره که موهاشو کوتاه کنه وقتی که احرام میپوشه و حرکت میکنه، و یا کسی که عمره میکنه. عمره به تنهایی خودش هدیه نداره، اما حاجی و یا عمره‌ای که به همراه حج میشه، این شخص قربانی باید انجام بده، اما این قربانی رو باید بگذاره تا به قربانگاه برسه و سر رو قبل از قربانی نباید بتراش. ترتیبش این گونه. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محل. و سر رو هم همیشه، حالا چه کسی که منع میشه چه کسی که حج رو انجام میده، بعد از کشته شدن قربانی سر تراشیده میشه.
فمن کان منکم مریضا، اگر کسی از شما مریض بود، او به اذن، یا آزاری من رأسه در سرش داشت. الان حکم اصلی اینه که مو نباید تراشیده بشه تا مراسم، تا قربانی در قربانگاه برسه و کشته بشه، بعد سر میتراشن حاجی‌ها. حالا کسی قبل از این وقت مجبور شد که سرش رو بتراشه. الان حالا چه به خاطر مریضی که داشت، یا به تعبیر قرآنی یک بیماری در سرش، یک بیماری پوستی داره، یا به هر مشکلی پیدا میکنه، مجبور میشه بتراشه. الان چیکار باید بکنه؟ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک. یک این سه تا انتخاب کنه، سرشو بتراشه، حالا فدیه بده. فدیه چی میشه این فدیه؟ یا 3 روز روزه میگیره. اینجا فقط روزه ذکر شد، تعدادش روزهاش در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شد. 3 روز روزه میگیره، یا در ادامه فرمود او صدقه، یا صدقه میده و حضرت فرمود که 6 تا مسکین رو غذا بده. یا نسک در اصل این عبادت، اما اینجا مراد از عبادت قربانی است. کسی که قبل از کشتن قربانی مجبور میشه سرش رو به هر دلیلی بتراشه، یا 3 روز روزه بگیره، یا 6 تا مسکین رو غذا بده، یا اینکه یک قربانی رو قربانی بکنه. این برای کسی که قبل از اون تاریخ مشخص کشته شدن قربانی در روز عید قربان، این شخص موهای خودش رو میتراشه، حاجی. فاذا امنتم، اما اگر در امان بودید از منع دشمن، بران دارید میرید برای حج، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که بهره مند میشه به عمره به سوی حج، جمع میکنه بین عمره و حج، عمره میکنه بعد میخواد حج بکنه. فما استیسر من الهدی، هرچی که میسر از قربانی این انجام بده به شکرانه این نعمتی که الله تعالی بود داد. عمره و حج رو با هم انجام بده. حجاج وقتی که میرن غالبا عمره میکنن، از احرام در میان، بعد ایام حج که رسیدن دوباره احرام میپوشن، به ایام حجشون رو انجام میدن. این نمونه حج رو که به همراه عمره و حج رو با هم جمع میکنه به خودش، بهش میگن حج تمتع. حج تمتع، عمره میکنه، از لباس احرام در میاد، بعد میره در روز 8 ذوالحجه احرام میپوشه، میره منا و مشاعر مقدسه و حجش رو تمام میکنه. اینو میگن حج تمتع و بعدش قربانی انجام میده. شکل دیگه هم داره این شکل که عمره انجام میده، از احرام نمیاد بیرون، با همین احرام نگه میداره خودش رو تا ایام حج، این هم بعدش قربانی میکنه. جمع بین عمره و حج، حالا چه از احرام خارج بشه بعدش، چه خارج نشه. اگه خارج بشه و حج کنه بهش میگن تمتع، حج تمتع. اگه خارج نشه و حج کنه بهش میگن حج قران، که سخت هست چون احرام خودش دستبان انسانو میبنده و در طول این مدت همیشه باید احرام داشته باشه و محظورات احرام هم هست. و اگر به تنهایی فقط حج بکنه عمره انجام نده بهش میگن حج فرادا. این انواع حج در کتب فقهی به تفصیل بیان میشه. اینجا اشاره به اون کسانی داره که عمره و حج رو انجام میدن، به شکرانه عمره و حجشون این قربانی رو انجام میدن. فمن لم یجد، اما اگر کسی که عمره و حج انجام داد با هم در یک سفر نیافت قربانی، استطاعت مالیش نمیکشید که قربانی انجام بده، که بهترین قربانی در روز عید قربان کشته بشه، فصیام 3 ایام فی الحج، پس 3 روز در ایام حج، در اون ایام حج موقعی که در مکه مکرمه است، این شخص 3 روز اونجا روزه میگیره. و 7 اذا رجعتم، و 7 روز هم وقتی که برگشت به سرزمین خودش. تلک 10 کامل، این میشه یک 10 روز کامل. این تلک 10 کامله به خاطر اینجا ذکر میشه که اون توهم ایجاد نشه که شخص مختاره که 3 روز در مکه روزه بگیره یا 7 روز در خانه. نه، 3 روز اینجا 7 روز اونجا که مجموعش میشه 10 روز. کسی که توانایی قربانی نداره، حاجی که میره به حج و میخواد حج تمتع بکنه یا قران، یعنی جمع بکنه بین عمره و حج، حالا چه از احرام بعد از عمره خارج بشه چه از احرام خارج نشه، این شخصی که بین عمره و حج جمع کرده باید قربانی بکنه. استطاعت نداره میتونه
3 روز در ایام حج که بهتره قبل از روز عرفات این اتفاق بیفته یا در روزهای دوم سوم بعد از عید، و یا اینکه 3 روز اینجا روزه میگیره، 7 روز رو بر وقتی که برگشت که میشه 10 روز. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. این حکم برای کسانی است که ساکن حرم مکی نیستن، در مکه زندگی نمی کنن. کسانی که در مکه زندگی می کنن اونها نمیتونن که عمره و حج رو با هم جمع کنن. اونها فقط حج مفرد دارن، فقط حجشون فراداست و قربانی هم نمی کنن. این حکم فقط برای کسانی است که غیر مکه هستن. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اینجا مسجد حرام مراد مکه مکرمه است و محدوده حرم. کسانی که این حکم برای کسانی است که اهلشون در مسجد الحرام نیستن، در مکه نیستن، یعنی اینکه جز اهل مکه نیستن. اینها اهل مکه نیاز به این چیزا ندارن و گفته میشه چون اهل مکه فقها گفتن همیشه در کنار کعبه هستن و طواف میکنن، اونها دیگه نیازی نیست که عمره انجام بدن و جمع بکنن بین عمره و حج و حکمت‌های فراوانی که الله متعال بهتر میدونه. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. بترسید از الله تعالی و بدانید که الله تعالی عقابش، گرفتش بسیار سخته. ذکر این تعبیر در پایان این آیه که مرتبط به حج و عمره هست اشاره به این داره که این فرصت‌های رخصتی که به شما داده شده بترسید از الله تعالی، سوء استفاده نکنید. اگر گفته میشه که مثلا شما استطاعت قربانی ندارید برای کسی که حج عمره رو با هم جمع کرده 3 روز در ایام حج و 10 روز بعداً روزه بگیره، یا کسی که در سرش مشکلی هست یا مریض هست موی خودش رو مجبور میشه بتراشه قبل از موعدش، اون آدم میتونه که روزه بگیره یا قربانی بکنه. از این احکام سوء استفاده نکنید. به عنوان مثال چطور سوء استفاده میشه از این احکام؟ الان گفته شد کسی که حج عمره رو با هم جمع میکنه باید قربانی بکنه. خب یکی بیاد بگه که من تواناییشو ندارم، 3 روز روزه میگیرم در حج، 7 روزم برگشتم خونه روزه میگیرم، میشه 10 روز. همین آقا، همین شخص وقتی که میره در بازار میبینید برای خرید سوغاتی و برای خرید این و اون و امکانات و یادگاری ها پول داره، چندین برابره قیمت قربانی هم. اونجا پول داره خرج بکنه، اما وقتی که به قربانی میرسه احساس میکنه و خبر شده که اگر کسی نداشت، توانایی نداشت، میتونه که 3 روز اینجا روزه بگیره، 7 روز اونجا و ثواب همون کسانی که قربانی کردن رو هم میگیره وقتی واقعا نداشته باشه. بیاد و سوء استفاده بکنه، بگه خب من ندارم، جای دیگه خرج بکنه پولش رو که من ندارم تا بخواد از زیر بار قربانی فرار بکنه. مواظب باشید سوء استفاده نکنید. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. مواظب باشید که الله تعالی گرفتش خیلی سخته. این تعبیر در پایان آیه اشاره به این داره که این سهلگیری ها و آسانگیری هایی که در وسط آیه و احکام ذکر شد رو سوء استفاده نکنه کسی. این آیه، خلاصه محتوای این آیه این هست که اولا شما حج رو با اخلاص انجام بدید و فقط به خاطر الله تعالی باید انجام بشه و به صورت تمام و کمال با اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج ایشون و طبق یک قاعده و ضوابط خاصی باید انجام بشه. یک قوانین نظم خاص خودش رو داره، یک ترتیب‌های زمانی و مکانی خاص خودش رو داره و در کنار اینکه آسانگیری‌هایی هم هست. الله تعالی همه شرایط رو در نظر گرفته برای شما. امکانات اصل قانونش این هست، اما اگر کسی نمیتونست این کار رو بکنه، این کار باید انجام بشه، کسی نتونست جایگزینش اینه. این اولین آیه است که در مجموعه آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره که مجموعه مهمی از آیات حج هستند و احکام حج در اون بیان میشه، این مجموعه در این مجموعه این اولین آیه است که
به همراه شما عزیزان فقط به صورت بسیار مختصر و گذرا بهش اشاره کردیم و انشاءالله در برنامه بعد این مسیر رو ادامه خواهیم داد. آیه 197 از این سوره رو، آیه بعدی این آیه که الان صحبت کردیم رو انشاءالله تا آیات بعدی تمام بشه انشاءالله این مسیر رو ادامه خواهیم داد و بررسی خواهیم کرد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.